پاسخ اون اعلانی که ما در گازت دادیم شده که در تمام ماه رمضان سفر دیده مدینوی خواندن رایگان است. بعد رمضان بعد روز یکم عید چند؟ 100 سومونی میشه. اینا شما اومدید همه تا اومدید اینا خدمتتون عرض کنم که این مرده که خوب اکای عبدالله کانگرتی از جرتیپای دنغره اومده است. کانگرتی بزرگ. اینا رجبالی زیدالله بلجوانی از فرخار اومده است. اینا بابای تاجدین قیام‌الدین غرمی از خود به غرب اومده است که صاحب کتاب شود. انا که من یک خواهش میکنم یک کتاب تقدیم میشود. اکای عبدالله نظر شما با گازت مردمی SSR کجاش معقول است کجاش پسند نیست ما چی کار کنیم چی نکنیم یک فکرتون بیان میگم. یکم کمبودی نداره. یکم کمبودی نه یکم کمبودیش نیست. همه مقالات جا به جا وقت قطعی همون میشه. یکم کمبودی نداره. کجاش بیشتر شما در معقول است؟ همین صحیفه های تاریخی بعد چیزی یکمی همون صحیفه یکمی که شما می‌نویسید. یعنی که شما مطلبایی که استاد عمر شیرخان می‌نویسد تاریخیه. شما پسند است. تمام اون خواسته هایی که شما بخواید هست نشر میکنه. سلامت باشه این کتاب است شما. رحمت. سلامت. اینا. اینا داریم. رحمت. ما را اردو رو می‌گوییم همین دردی داشتیم که همون چیز که ما گفتم که همین مطالعه رو ما جمع کردم. ما خودمون جمع کرده شما را پیشنهاد کردیم. در بابای قیام‌الدین از ناحیه رشت از غرب اومده است. انا نظر شما نیست. تنها راست گوید که مثلا ما چی را با علاوه کنیم چی اضافه کنیم چی نویگری بیاریم مثلا چی هست که در گازت نیست. میگد که عقل را مر عقل‌ها یاری دهد. عقل را مر عقل‌ها یاری دهد. مشورت ادراک و بشاری دهد. چی با شما دا باید چی کار کنیم؟ برای مردم غرب مثلا چی نویسیم؟ یکی همون تاریخ خوش مونده همین تاریخ خود دادن کم کرده تاریخ خود بسیار مخصوصا صحیفه‌های خودت میبروی نمیاره به نمیاره که ما با همین خود بسیار جلب شده که همین گزیدمو هر یک شمارش ما انتظار رو میگیریم بخونیم. چند سالشون به SSR میخونیم؟ یک 4-5 سال شد. مردمی که هستن اون سفیده و کمپیراکای در غرب میخونند. یک گازیت چند نفر بخونند مثلا یک گازیت شما میبرید چند نفر؟ من میبرم بود همون چوخونو میبرم بود 10-20 کسگرم تصمیمش میکنم من گازیت میچین شما. سلامت. ما تصمیم نمیکنیم گفتم تصیف که بکنیم. تصیف کنم. اینا بابا قیام‌الدین از شما. این کتاب. سلامت باشید. سلامت باشید. حضرت صلوات میاد پروردگار دویم سر بلند باشی و دویم من بخیر جوان باشی سر سالش هم که دویم گازیت مو وکنی. سلامت باشید. دعوت کردم. یک چی باید رسی در همین گازیت یک چی در رحلتی همین حساباتی را. همین مقاله حساباتی هم که اینا به کرچکا و پیاز اینا به چیزا را بیاخیر برآمدار رحلتی نمی‌باشی. نیست کدام اگر رجبالی زین‌الله مؤلف دائمی ما شما حالا شنید شما نظرتون نسبت به گازیت مردمی SSR کجاش پسند است کجاش نه هر چیزی باشد شما گویید و قبول میکنیم. گازیت مردمی SSR یگانه گازیت هست که کشود روشن البته در یک چارچوبه قانونی خودش کشود روشن مقالاش بسیار چوب میشود بعد چی طلبات بسیار در همین گازیت SSR طلبات بسیار در گازیت برای که ما شخصا تجربه خودم هر مقاله‌ای که هم بستون شناسی در سر کار دارم هم خارج بیا جمیله بیا این جمیله حسین نه جمیله خواننده‌ای بود نامشون بعداً سلام از یک اکم گفت آخر شما استعداد گم خبر روی میکنم ما صدفایزه کانال باش هستم که باز میگم که یگانه گازیتی که مردم در حاضر معقول شده یک چند سال پیش پسند نمیکردن گازیت SSR بودن
ما که اعضا بودیم حتی با ما چی نمیکردن. انکم 3-4 سال هست که علاقه از کیوسک اختیاری میان میخرن. اختیاری میان میخرن. نه مجبوری دم آبونه هستن. دیگه اختیاری بیاد بچن. همین کیوسک پوشکینده همین 3 روز بعد اگر برای گازیت بخام نمیگی گازیت استثره. سلامت باشید اینایی. بعد نه اپای جمیله دم ما مینا دوره که خبر مونده که شروع خاتم الحاصل بعد میشه. این سفر دیدن مدینه با شما توفا. رحمت. کتاب شما دارم دادم. کتاب شما دارم دادم. سلامت باشید سلامت. اما که نظر شما نسبت به جمیله بانو که مقاله‌اش رو میخونید. چی نقطه جمیله؟ خواهرمون جمیله ما چند دیدم جدید چه مقاله خوب می‌نویسن بسیار وایه. بسیار جالب کننده. جمیله اپا یک گو در مقاله‌اش یک تنقید هم هست. خصوصیتی هم کرد. شو نشون رسیده امو. یک موضوع خوب جمیله اپا برداشته بود. همین من داشتم که همین جمیله اپا موضوع خوب نشد. همین ما کمتر چی شدیم که عینی خودش باید برآمد نکردم. همین مسئله لبلبورا. مثلا ما گلای اگرونوم بودم موقع. اختصاص مالش کردم. گلای اگرونوم کلخوز کلیریم بودم. خب همین برای لبلبور شدم من وظیفه گرفتم. با جایی که 14 گیتر بکنم 11 گیتر کوریدم. 11 گیتر کوریدم. همین مقصد ما همی که جمیله اپا رسشیری کشور چی میکرده که لبلبور مسئله شد همین خودش برداشتگی بود خودش تاخیر شد میبرد. دوام دارد. گازی تیمو بکر جوادی گازی تیمو برای آن مردمی است که دوام شما نمیسید. فلغور فلغر میگن. فلغر رایون عینی است. اون فلغور چی نیست؟ هرگور میگن. اون اصلا شهر بربر میگن. بسیار چی کردستم نگه آدم فلغور حاضر خرسان شدستم. نه خاتم سلام کردستم. اول پسند نمیکردم. تعریف وطن بروردن. دیوانم بروردن باور کنی. مکیه اگرونوم خیلی تعریف شناسی دا سر کار گرفت. بعد گفتم که از کار استاد. گفتم فضل محمدی در اون دنیا را نوشتگی. اختصاص دکتر ای. دکتره. یکمین مرتبه حج همچون دکتر شده حج رفتگی بود سال 62. اما چیزا را برده که حاجی چچن بود و بس خیر بود و تا تاجیکستان نمیرم. همین بردگی فضل محمدی. این همه شما این که عبدالله یکم برآمدن شما هم یکم برآمدید. تمام نفرانی که شما ببینید می‌نویسند پیشنهاد میکنند زنگ میزنند پیامک توسط الکترون توسط پوچتا ببینید در گازیته که تمامی مشکل پرابلم و پیشرفتایی که شما پیشنهاد میکنید ما نشر میکنیم برای همین ما گازیته مردمی هستیم. ما شما را انتظار کی که وقت میابید مرحمت کنید ریدکسیا بیاید فکم دویم صدم 700م 800م وقتی که گازت اسر برآمده بود یک نفر در مطبوعات تقریبا حوزه و ابرودار طرف خواننده‌مون نوشته بود که اقلا 100 دونه برآید بعد دادی مردمی زنید. ما از شورای یکم گفتیم ما مردمیم و صادق موندیم و با خواست خدا شماره 809 ما برآمد و در همین 809 شماره شما همتون میدونید که در هر شماره ما تا 40-50 نفر مردم عادی برآمد میکند. مهمان میشود، گوش میکنیم، پیامک، گازیته مردمی، صحیفه 13 تاریخی، صحیفه 16 یعنی که ما شاید که 40,000 بیشتر سخن مردم را گرفته با مسئولین رسانیده ایم. برای چی ما این کار را میکنیم؟ چون که ما یک پول، یک کپروک، یک میانچه هستیم که انا همون مشکل مردم را به گوش مسئولین رسانیم و در اکثریت موارد شما خودتون شاهدید که همین مشکل، همین پرابلم برداشته مردم در جایش حل می شود. برای چی؟ با اون خاطری که طبق فرمان رقم 622 محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان
مسئولین موظفند که با هر عرض شکایت شما پاسخ گویند و اون نفرانی که مثلا میگویند که در تاجیکستان آزادی سخن نیست، آزادی مطبوعات نیست، دیکتاتور رژیم است، مردم رو گپزنی نمیمونند، آنها گازت استر رو نخوندند. شما میخونید آیا شده است که مثلا یگان بار شما مطلب نویسید ما گوییم این ممکن نیست چاپ کردن، ما همه را چاپ میکنیم، اما در چارچوبه قانون تحقیر نباشد، توهین نباشد، دعوت به یگان آشوب نباشد، آن چیزی که زیر قانون است ما چاپ نمیکنیم در چارچوبه قانون، اما تمامی درد و علم و مشکل و پرابلم شما رو ما به حکومت میرسونیم و حکومت مرکزی این رو حل و فصل میکند. برای این بار دیگر خوش آمده، رمضاناتون مبارک باشد. اون نفرانی که میگن که مثلا مطلب های اسلامی و مذهبی چاپ نمیشوند، باز هم گازت استر رو خوندید و تو در صحیفه یک فضیلت های روزه رو نشر میکنیم. اون چیزی که با مذهبی حنفی، مذهبی بابایی اون بستگی دارد و محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیوسته تاکید میکند که در مذهب خود پابرجا باشد، ما در این مذهب هستیم و اینها رو نشر میکنیم. شما خودتون خوندید که ما رساله علمی امام اعظم حاجی اسماعیل پیر محمد زاده فرزند مخصوم سنگ کلوله سر خاصانی رو نشر کردیم. ما پیشوای مذهبمان امام ابو حنیفه را احترام قائلیم و همیشه نشر میکنیم. یگان کس صد نمیشود. شما خودتون هم شاهده. ما به همه مذهب هایی که هستند احترام قائل هستیم، ولی مذهب خود را در وطن خود ما پشتیبانی میکنیم و این وظیفه هر یکی ماست. و بجای شما پیران روزگار دیده، پیرانی که امروز دولت پیری میرانه، همین حاضر ایسابی با سالشناسی ما همین فرخورد من سر کار دارم، 13 سال سر کار دارم. همین فرخورد نه میگه که این فرخورد کی بوده، چی بوده فرخورد. ها حقیقتا ده هست مقاله و ارشیوز هست، لیکن با واسطه گزیت شما فرخورد شناختن در راه میون فرخورد سلام کرده رقیبا بشم. اوه این فرخورد این خیلی بده است، فرخورد این خیلی بده، کیش آبی میوم آبی بده. بعد دیو مثلا من میدادم میشه اپای جمیله که پیشتر گفتم که اپای جمیله فیلتر کرده چوب میکنه. بله بسیار آخه همین ما یارو گفتم شما مغز شد دانشمند ریزوناشی گویی خیلی دیگر ندارم دیگه من میخونم که لذت میبرم. بسیار خطا میکنم من خطا میکنم گرچه اعضای ژورنالیست نباشم، لیکن انا جمیله اپا اسپراویتش میکنه ولی ما خسارت نشم. سلامت شما کردید. انا مقاله یک گزیده خوبه که هم یک از مقاله میرسه، همین مقاله بحثی میشه. اوه یک از مینویسه روی یکی مینویسه، یک کس دیگه همون رو میتوانه اصلاح میکنه. خوب است. همین درباره عبدالله رحیم وای بسو مینویسن نیست خیلی چند پیشه که نیستن با یک بنظریه مقاله سی مقاله خشو بارم. شما چی میگید؟ نه ما همین چیزه، ما همین داریم نیمه سربالا باشه قطعی نپاییم. داریم طریق مقاله خوب نزنیم و بخونیم و با حلاوت برایمون در زندگی با داریم چی پای باشیم. ما از شما حتما از دانش شما، از خرد شما، از تجربه حیاتی شما استفاده میبرید تا جوانها تربیت یابند. بار دیگر خوش آمدید. رمضانتون مبارک باشد.